عرض ادب و احترام خدمت شما داداشای گلم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من ایلیا هستم، 19 سالمه و قصد اینو دارم که برای شما فعالیت کنم. تجربه 7 سال پلی دادن فری فایر رو برای شما به اشتراک بذارم و تا جایی که بتونم همه چیزو برای شما نشون بدم، چه دروغش چه حقیقتش، و یاد بدم خلاصه از همه جهت. خب قبل از هر چیزی بریم سراغ خودم. بچه من اسموت پلی میدم برای اینکه گوشیم داغ نشه و حالا تایمی که خواستم پلی بدم بدون لگ پلی بدم، چون زیاد حالا بازی نمیکنم. همون تایمی هم که میخوام بازی کنم میخوام بدون لگ باشه. اگر حالا شما هم گوشیتون داغ میکنه بذارید روی اسموت و اسموت پلی بدید که هم FPS تون بره بالاتر، همین که گوشیتون داغ نشه و لگ نگیرید. خب 3 انگشتی پلی میدم و سنسم هم اینه. خیلی اهل فول هد زدن و وان شات پلیر اونطوری نیستم، ولی خب فشاری هم نیستم. بیشتر سعی میکنم که با فکر بازی کنم و به شما هم توصیه میکنم که زیاد خودتون رو محدود توی هد زدن نکنید. به این نیست که شما فقط هد بزنید و ببرید. اگر شما یکم فکر کنید، پیش بینی کنید حالا توی شرایط مختلف و از مغزتون استفاده کنید، میتونید خیلی فایت ها رو برنده باشید. چیزی که مهمه بچه ها سنس. توهمی که خیلی ها میان میدن این که میان هی مثلا یه گیم پلی میزنن و بعدش سنس رو نشون میدن، خب اکثر دروغه. فضای مجازی هم خب فقط دروغه. البته واقعیت اینه که بچه ها هر کدوم از اینا کار خودشو میکنه و مثلا ژنرال هیچ ربطی به اسنایپر اسکوپ نداره. یعنی کسی که میاد مثلا چه میدونم با M8 تا تیر هد میزنه اصلا ربطی به این 3 تا پایینی نداره، اصلا ربطی به این 4 تا این 5 تا نداره. فقط و فقط ژنراله که تاثیر میذاره توی هد زدن شما توی کاستوم با گانی مثل شاتگان یا دیزت. این مهمه خلاصه. و هر چیزی رو سعی کنید که سعی نکنید به خودتون اون باور رو دیگه متوجه منظورم بشید. اینطوره. این یک. خب دیگه این بازی بچه‌ها باید تقلب بکنید، ولی خب نه هر تقلبی. تقلب از جهت فکر کردن، یعنی تقلب شما اینطور باشه که مثلا یه طوری حریف و گول بزنید، چه میدونم با فکرتون بازی کنید. تقلب اینطور نباشه که مثلا برید یه برنامه نصب کنید مثل اینا که میان چه میدونم اسمش چی بود، پنل، نمیدونم یه همچین چیزی میزنن. اینا تقلب هست، ولی خب این تقلب درست نیست. تقلبی که شما میکنید، تقلبی که من میخوام به شما بگم خیلی فرق میکنه تا تقلبی مثل پنل یا چیت. این اصلا شما اینطوری از بازی لذتی نمیبرید. حالا دیگه انتخاب با خودتون. خب بچه ها داخل پچ جدید حالا نمیم پچ شما بیشتر میگید، بالانس چنج میگید یا بعضیاتون هم اصلا نمیدونید. هر سیزن هر پچی که میاد الان دیگه بهتون میگم. بالانس چنج هر سیزنی که میاد یه سری کاراکترها، یه سری گانا قوی یا ضعیف میشن، نرف یا باف. باف به معنای قوی، نرف به معنای ضعیف. خب اینجا گان جدید که اومده بچه ها وینچستر. معمولا گان یا کاراکتر جدید که میاد بافه، قویه. و خب حالا سیزن‌های بعدش هم میان
به علت باف بودن زیاد و استقبال خیلی زیاد نرفش میکنن. حالا نمیدونم چه سیستمیه، حالا بازی میاد مثلا یه آپدیت میده به جای اینکه بهتر بشه بدتر میشه. حالا دیگه ما باید بسازیم، کار نداریم. بچه تامسون بی نهایت باف شده، یعنی اصلا عجیب غریب. نگاه کنید تامسون ایکس اینجا جدید اومده با خود تامسون این بالا اینجا، شما نگاه کنید یه تومار باف نوشتن اینجا، یعنی همه اینایی که میبینید بافن. الان بهتون میگم دمیجش هم تامسون هم تامسون ایکس، جفتشون هم تامسون هم تامسون ایکس 3% دمیج گرفتن، نفوذ به وست گرفتن، ریلود اسپید گرفتن، دقت گرفتن و اسکوپ 2 بهشون اضافه شده. یعنی شما اصلا اسکوپ نمیدازین سر این، خودش خودکار وقتی میاد رو دستتون اسکوپ داره، قشنگ واسه خودش یه دورزن شده. خیلی 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 باف شده. 8% سرعت گرفته، 10% نفوذ به وست گرفته، 15% ریلود اسپید. خیلی 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 عجیب غریب این باف شده. الان اندازه یه امپی کوبرا قویه. بریم سراغ پارافال. بچه پارافال هم باف شده، 5% نفوذ به وست گرفته، 3% دمیج گرفته، 5% هم دقت گرفته. آوجی بدون خط تا 3 خط 5% دمیج، مگتن هم همینطور 5% دمیج بدون خط تا 3 خط، M60 هم همینطور. اما این 3 خط 3% دمیج گرفته. و M60 وقتی که میشستید بچه ریتتون بیشتر میشد، الان بازم اون ریت بیشتر شده، یعنی 5% به اون ریت قبلی اضافه تر شده. مینی یوزی، شما وقتی 400 تایی ریوایو میشید توی بتل رویال، مینی یوزی وقتی که میاید رو زمین، قبل از اینکه اصلا چیز بشه ریوایو بشید، وقتی بازی شروع میشه میاید رو زمین یه مینی یوزی دستتونه فقط، و اون مینی یوزی نرف شده و 20 تا جای تیری که میگیره شده 16 تا. و اگر شما بخواید بزنین دیگه، اگر هد نزنین باید یه 2 تا خشاب خالی کنید دیگه. تازه اون موقع بازم شاید نمیره اگر فاصلتون دور باشه، چون رنج هم نداره زیاد، رنج همون فاصله میشه. دیگه همین بود دیگه. آره وینچستر هم که دیگه میدونید گان جدیدیه که خیلی هم بافه. خب کاراکترها کجا بود؟ بچه ها کاراکتر جدید به اسم نیرو که یه اسکیلی رو پرت میکنه سمت شما که اگر اون به شما بگیره بیفتی تو اون حاله، شما نمیتونید یخ بزنید و 8 هم دمیج میخورید تا وقتی که تو اون حاله باشید. از اون حاله که در بیاید بعد شاید 1 ثانیه بعدش میتونید یخ بزنید و دمیج هم دیگه نمیخورید. بچه ها فورد و کایروس نرف شدن. من خودم فورد پلی میدادم، اما خب قبل از این هم که نرف بشه باز نرف بود و دیگه واقعا ارزش پلی دادن نداره، اصلا ارزش نداره که شما بخواین کایروس یا فورد رو پلیش بدین. رین هم باف شده دیگه. این کاراکتر هم نمیدونم حقیقتش، من اصلا این کاراکتر جدیدا رو پلی نمیدم، یعنی این نیرو هم الان اومده من اصلا پلیش ندادم، یعنی فقط میدونم که چی کار میکنه. اینم دقت نکردم بهش، زیادم استفاده نمیشه، پیشنهادم نمیکنم که استفاده کنید. تو بتل مثلا اگر خواستین پلی بدین به عنوان اسکیل دوم میتونید حالا استفاده کنید، ولی کاراکترهای دیگه بیارید بهتره. آلوک بیارید، نمیدونم کشمیر بیارید، تاتسویا بیارید. خودم تاتسویا پلی میدم، خیلی بهترن اینا. و کاراکترهایی که خودم پلی میدم همون تاتسویا که گفتم. تاتسویا بچه اینطور شده که شما وقتی استفاده میکنید 120 ثانیه بعد دوباره میتونید استفاده کنید اگر کیل نگیرید. یعنی اینطوره که شما استفاده میکنید 120 ثانیه توی کولدانید، یعنی 120 ثانیه نمیتونید استفاده کنید و اگر یه نفر رو ناک کنید اون 120 ثانیه صفر میشه، دوباره میتونید استفاده کنید.
ماکسیم هم که دیگه همتون میدونید، ولی خب من باز میگم ممکن یه سری ندونن. 25% شما سریعتر میتونید مدکیت بزنید یا قارچ بخورید. داشا هم بچه ها کاراکتر خیلی خوبیه. من خب دیگه وقتی فورد نرف شد دیگه پلی نمیدم اونو و به جاش داشا آوردم. توصیه هم میکنم بیارید. شما وقتی یه نفر رو ناک میکنید یه موومنت اسپیدی میگیرید که بد نیست، خوبه موومنت. حالا میتونید مثلا برای فرار ازش استفاده کنید، برای راش ازش میتونید استفاده کنید. و چیزی که خیلی مهمه، موومنت رو که میگیرید به کنار یه سرعت تیر زدن خیلی خفنی هم میگیرید. یعنی شما مثلا تصور کنید که با UMP که 42 تا تیر داره، چکش هم خورده، 42 تا تیر داره، یه نفر رو ناک میکنید، برای 3 الی 4 ثانیه هم یه ریت خفن با همون UMP دارید. UMP خب خودش دمیجش خیلی زیاده یه ریت هم بهش اضافه میشه، ولی خب فقط برای 3 ثانیه است، دقت داشته باشید، زیاد نمیتونید صبر کنید، سریع باید فایت رو ادامه بدید. و کاراکتر بعدی هم بچه ها جوزف که خیلی خیلی بعد از اینکه این نیرو اومده به نظرم ارزش استفاده کردن داره. اینطوره که بچه ها شما وقتی یه اسکیلی رو از انمی میخورید، حالا هر اسکیلی میتونه باشه، مثلا همون عنکبوت یا چه میدونم، مثلا اینجا نگاه کنید دیگه A124 این دختره، یا کجا مثلا بگم همین نیرو، عنکبوت، اینا رو وقتی به شما بزنن شما نمیخورید اینو، یعنی اصلا انگار که هیچ عنکبوتی یا اون هیچ نیروی سمت شما نیومده و 5% هم باز موومنت اسپید میگیرید. اینجا زده شما نمیخورید و موومنت اسپید میگیرید 5%. و کولدانش هم بچه ها 45 ثانیه است، یعنی بعد 45 ثانیه شما دوباره اینو داریدش و دوباره اگر عنکبوتی بیاد سمت شما دوباره خودش خودکار براتون موومنت رو میاره. این بود از اولین پست بچه ها، امیدوارم که مفید بوده باشه برای شما و اگر خوشتون اومد حمایت، لایک، کامنت، ساب، و اگر نیاز دارید که چیزی رو بدونید، چیزی که هنوز بلد نیستید، نمیدونید، برای من کامنت کنید تا من برای شما آموزششو بذارم. توی ویدیوهای بعد کمبوی کاراکتر میذارم براتون، یعنی مثلا الان اینجا نشون میدم یه دونه کمبو کاراکتر. این کاراکتر ریوایویه، یعنی شما این کاراکترها رو میچینید میری تو قلب زون و سکه و ریوایو و این صحبت ها. برای اسنایپ هم که اینه میذارم خلاصه مفید مختصر توی پستای بعد براتون میذارم. و دم شما گرم که تا اینجا همراه بودید.